سلام به همگی، من موفی هستم. اومدیم با ویدیو خیلی خفن دیگه. لطفا قبل از دیدن ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگوله روشن بزنید، یه کامنت هم واسه ریویو ما بذارید. تو این ویدیو میخوام بگم چه ماکرو بزنید و بریم واسهتون تستش هم کنیم. خب لطفا ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، بریم واسه دیدن ویدیو. خب دوستان، ما رفتیم لونگو که هم تستش میکنیم واسهتون ببینیدش. مثلا من دلول بگیریم، یه ایکس مشم بگیریم. یه بهتون کامپیکانشون نشون بدم. خودم که نمیخوام. بعدم اومدم روی این اکانت هم لوگوت بدم دیگه، حوصله نداشتم برم روی یکی اکانت، رو همین اکانت واسهتون ویدیو گذاشتم اپلود کردم. خب واسه ببینیم. بیا ببینید فول قرمز. نمیدونم خیلی خوب فول میخوره قشنگ. حالا این ماکرو آخر ویدیو بهتون توضیح شد دادم که چه شکلی باید انجامش بدید. بیا کجایی؟ تو بکن بیا. ای بابا ای، اینم باید دوستان بکشید بالا. فقط فرق این با عادی اینه که لرزش ایمو کم میکنه و وقتی لرزش ایم کم شه شما راحت‌تر ایمتون میگیره رو هد یارون دیگه، نمیره کنار یا پایین یا بالا، خیلی کمتر میره پایین. این یکیشونو بندازم، اینم بندازم. اینجاست. رو خود که فرار نکن. یخ نکش داداش، فراریم که او یک دست زدی کلا دنس میده. بریم بزنیمشون. خیلی کم پده دوشوی خرابه. وای یخ ندارم. نگاه کنید چقدر خوبیم اجمه کاره این ماکرو. و این ماکرو یه برنامه است، نه سنس و دیپی یا اینا نیست، یه برنامه است ولی بدون بن دوستان. من تضمین میکنم واسهتون. من الان خودم 2 هفته است دارم ازش استفاده میکنم بدون بنه. حالا نت هم ببین 2 هفته استفاده البته نمیکنم، هر از گاهی میام باش استفاده بکنم ببینم چطور. هر از گاهی اصلا این 590 چی بود؟ اصلا چی تم بزنی با این 590 نمیخواد اون اولش خوشی یا من با این 590 من چی تم بزنم مطمئن باشید نمیخوره. نمیدونم شاید بعضی ها استعداد داشته باشه ولی من ندارم. ببینم یه هد میخوام بهش بزنم با این پول. در میره خب در بیا بالاخره ماکرو نبود همینم نمیخود بخواد. خودتون دارید میبینید چقدر خفنه افزشه حفظ قشنگ معلومه داخلش. یه یو ام پی هم بگیره عالی. بهتون یو ام پیش هم نشون بده. یو ام پیش خیلی وحشت میخوره، نمیدونم نشون دادن یا نه و یو ام پیش عالی میخوره. خب دوستان ای بابا ننداز نید get back نزدم. ای بالا سره بیا این هده به خدا چون خیلی نمیخوره رو تو کاستوم تگ دیزل مینام ها نگاهی خیلی کم هم کشیدم بالا، نه انقدر بکشم که بله.
خب دوستان بریم آموزش این ماکرو واسهتون بذاریم. اگه تا اینجا لایک نکردید این ویدیو رو حتما لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید. بریم. خب دوستان شما برای فعال کردن این به این برنامه که میتونید گوگل پلی دانلودش کنید نیاز دارید که اسمش روی صفحه میاد تریک بوتون همچین چیزی که اسمش. خب دوستان شما این تریک بوتون از کردید واردش میشید. این اولش تنظیماتتونه که میتونید بچینید. اینجا دیفالت داره، تریک داره، اینا همشون اوکیه، هر کدوم دلتون میخواد. ولی این دوتا رو من بیشتر خودم از دیفالتش استفاده میکنم. بعد این چیزی بک‌گراندش که باید هم به سمت راست باشه، روشن باشه. این رنگشی که هر رنگی دوست دارید، مثلا من الان قرمز رو دوست دارم میذارم. این نازک و کلوف کردنشی که نازک کردنش خیلی بهتره واسهتون، میتونید بهتر باشه بزنین. و این نوشته بوتون سایز event from the game به در واسه چیه؟ سایز دکمه تیرتونه. میخواید بذارید رو دکمه تیرتون باید سایزشو اول مشخص کنید و بعد از اینجا اینو که میاد رو صفحتون وردارید بعد بذارید روی دکمه تیر. اینا که باید کم رنگ بودنش، میخواید کم رنگ نبینیدشین پر رنگ همین. بعدش میاد این پایین گزینه بالایی رو باید فعال کنید، پایینی نه. بالایی که فعال کنید سیو بوتون رو میذارید و وقتی وارد بازی میشید حالا میذاریدش سر اون جایی که این چیتون هست، دکمه تیرتون هست، این دایره رو میذارید. دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا این ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، یه کامنت هم نظرتون راجع به این ویدیو بگید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.